سلام دوستان، به کافه سینما خوش اومدید. امروز قراره یکی از فیلم‌های سینمایی اکشن کلاسیک را به شما معرفی کنیم. فیلم سینمایی اکولایزر با بازی دنزل واشنگتن. داستان از یک مرد آروم و منظم شروع میشه. رابرت مککال، یک آدم ساکت، خیلی مرتب و فوق‌العاده منضبط. رابرت داخل یک فروشگاه زنجیره‌ای کار میکنه، شب‌ها به یک کافه میره، قهوه میخوره، کتاب میخونه. توی نگاه اول اون یک آدم معمولیه، اما یک چیز غیر عادیه. این نظم و دقت غیر عادی که رابرت مککال توی انجام دادن کارهاش داره. توی همون کافه شبانه مککال با یک دختر جوان صحبت میکنه. اسم اون دختر تریه. تری هر شب به این کافه میاد و مثل مککال از مشتریای این کافه است. یک دختر مهربون که معلوم زندگی سختی داره. تری توی باند قاچاق روز گیر کرده و مجبور میشه برای اونا کار کنه. با مککال صحبت میکنه، از رویاهاش میگه، از اینکه دوست داشته خواننده بشه. اما زندگی مسیر دیگه ای را براش رقم زده و اینجا رئیس باند روسی به نام اسلاوی وارد صحنه میشه. بعد از اون شب چند شب دیگه میگذره و تری به کافه نمیاد. یک شب مککال میشنوه که تری بیمارستانه به خاطر اینکه رئیس باند روستا یعنی اسلاوی به شدت کتکش زده. مککال به بیمارستان میره و تری را مشاهده میکنه. اینجاست که اون مرد آروم، اون آدم بی سر و صدا، کم کم اون چهره واقعی و خطرناک پشت پردش را نشون میده. بعد از کش و قوس‌های فراوان، مککال به سراغ اسلاوی و بقیه افرادش میره. اول خیلی محترمانه بهشون پیشنهاد میده که پولی را بگیرن و تری را رها کنند. اما اسلاوی همون جوری که انتظار دارید پوزخند میزنه، مکالا مسخره میکنه و خب اشتباه خیلی بزرگی انجام میده. توی یکی از بهترین صحنه‌های فیلم، مکال در طول چند ثانیه با یک دقت عجیب و بدون ذره استرس تمام افراد داخل اتاق را بی صدا و دقیق از باد در میاره. این اولین جاییه که میفهمیم این آدم یه فرد معمولی نیست. این مرد قبلا یکی از خفن‌ترین نیروهای اطلاعاتی آمریکا بوده. کسی که برای کارهای بسیار سخت آموزش دیده. نوع مبارزش توی فیلم خیلی خاصه. سریع، حساب شده، تمیز. انگار کاملا داخل مغزش اتفاقات را پیش بینی میکنه و اونها را انجام میده. بعد از کشته شدن اعضای باند، رؤسای بزرگ باند که این اتفاق را متوجه میشند، یک شخصیت جدید را وارد صحنه میکنند. تدی، یک مرد سرد، خشن و بیرحم که متخصص پیدا کردن و کشتن آدم هاست. به نوعی نیمه دیگری از رابرت مککال. تدی شروع میکنه به زیر و رو کردن شهر. همه جا سرک میکشه، به همه فشار میاره تا کم کم متوجه میشه یک مرد تنها، آروم و ناشناس پشت همه چیزه. اما مککال هیچ وقت نمیترسه. حتی وقتی تدی و افرادش میخوان بترسوننش، با خونسردترین حالت ممکن باهاشون برخورد میکنه. از سوی دیگه مککال هم تحقیقات خودش را انجام میده و متوجه میشه که رئیس این باند شخصی هست به نام پوشکین که داخل روسیه زندگی میکنه. بعد از کش و قوس‌های فراوان و صحنه‌های اکشن، قسمت پایانی فیلم داخل همون فروشگاهی اتفاق میفته که رابرت مککال کار میکنه. تدی و افرادش میان تا کار را یکسره کنند، اما مککال این محیط را مثل خونه خودش میشناسه. هر قفسه، هر ابزار براش تبدیل به یک سلاح میشه. یکی از سکانس های فوق العاده فیلم، مککال تله میذاره و از ابزارهای ساده مثل چکش، دریل و سیم استفاده میکنه. یکی یکی آدم های تدی را از پادر میاره و در نهایت سراغ خود تدی میره. خب پس از صحنه‌های اکشنی که می‌بینید، در آخر فیلم رابرت مککال به روسیه میره و رئیس بزرگ باند یعنی پوشکین را هم از پای در میاره.
در آخر مکال کاری را انجام میده که انگار سالها پیش رهاش کرده بود. کمک به آدم‌های بی‌پناه، اجرای عدالت، اما نه عدالت دادگاهی، عدالتی که خودش میدونه درسته. صحنه پایانی فیلم این را نشون میده که کار رابرت مکال تمام نشده و بالعکس این تازه شروع کار رابرت مکال هست برای اجرای عدالت. امیدوارم که این فیلم سینمای زیبا را ببینید و از دیدن اون لذت کافی را ببرید. ممنون که کانال ما را دنبال میکنید. مرسی که تا آخر همراه کافه سینما بودی. لایک و سابسکرایب یادت نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.